آدمایی که موهاشون زود سفید میشه زن و مردم نداره. آدمای خوشقلب، نجیب و درون ریزی هستن. مشکلاتو میریزن تو خودشون، زیاد فکر میکنن، خیلی با محبت و قابل اعتمادن. جدا از موی جوگندمی که جذابیت خاصی به چهرهشون میده، شخصیت کاریزما و امنی دارن. و مصداق این ضرب المثلن که میگه از آن نترس که های و هوی دارد، از آن بترس که سر به توی دارد. آدمایی که موهاشون زود سفید میشه آستانه تحمل خیلی بالایی دارن، ولی اگه از کوره در برن تمام فریادهای عالم رو سرتون خراب میکنن. ولی مطمئن باشید که بعدش خیلی زود آروم میشن و قرار نیست دیگه براتون نقشه‌ای داشته باشن. آدمایی که موهاشون زود سفید میشه صفحه دلشون هم رنگ موهاشون میشه، همونقدر سفید و خالص و یک دست و بیریا.